سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. الله سبحانه و تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. و در آیت‌های دیگر می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و اگر ایمان آورده اید از ربا هرچی باقی مانده است ترک کنید و هرگاه چنین نکنید پس جنگ با خدا و رسول او را اعلان کنید و اگر توبه کنید اصلی سرمایه از آن شماست. در این حال نه ستم کرده اید و نه تن به ستم دارید. برادران عزیز، ببینید خداوند در این آیت ها ربا را حرام و منع کرده است بر مسلمانان. چون در آیت های خوانده شده به ما معلوم گشت یعنی کسی که بر ربا دست میزند این شخص یعنی که بر خدا و رسولش جنگ اعلان کرده است. و چی کسی میتواند با خدا و رسول جنگ بکند؟ این بزرگی این گناه را نشان میدهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند لعنت کرده است کسی را که از رباخور پول میگیرد و هم کسی را که با رباخوری مشغول است. امروز شخصانی هستند که میخواهند ربا را حلال نشان دهند. ای برادر مسلمان، نگر بر این آیت ها و بر این حدیث. آیا این دلیل ها به شما کافی نیست؟ آیا این دلیل ها بسنده نیست که شما را از این کار بد نگه دارند؟ خدایا پناه میبریم به سوی تو از این بلا، از این گناه کبیره. خداوندا ما را خودت نگه دار و آن برادران مسلمانی که بر این بلا مبتلا شدن خداوندا آنها را نجات ده. خداوندا آنها را نجات ده که از این گناه کبیره دست کشند و توبه نصوح بر آنها نصیب بگردان. خدایا آنها را بر راه راست هدایت بفرما و از این بلا، از این آفت زمان که در این زمان ما خیلی رواج و رونق یافته است، از این آفت نگهشون دار یا الله مهربان. واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك